پارازیت. ای ملت بیدار، جماعت هوشیار، بیمه ها تو ایران رفته بالا، چرا که متولیان تازه فهمیدن شتر گرون شده. شما کجا بودی تا الان؟ یکی از دلایل افزایش نرخ دیه بالا رفتن قیمت شتر اعلام شده، ولی هستن افرادی که اصل افزایش قیمت شتر رو تا این حد قبول ندارن. شترها رو چیکار کردن؟ ایربگ بهشون زدن؟ سیستم روشون بستن؟ جای شتر شده فلانقدر؟ شاید واحد شمارش این حیوان هم مثل ما نفره، ولی برای اینکه خونبه‌های کامل یه انسان بشن باید 100 نفرشون ردیف بشن. درسته که ایربگ و ABS ندارن، ولی ما هم باید بهتر رانندگی کنیم. آقا من یه پیشنهاد دارم برای شرکت بیمه تو ایران که چجوری بیشتر پول در بیارن. من فقط فکر نکن اینجا بلدم از این کارا بکنم. من فکرهای اقتصادی هم خیلی دارم و من فکر میکنم که شرکت بیمه تو ایران برن تو کار احتکار شتر. والا 6 ماهه آقا، اگه شرکت بیمه داری 6 ماهه قیمت شتر، جون عباس آقا، قیمت شتر رو 10 برابر بکنین، احتکار شتر رو قایم کنین، بیمه ملت میره بالا، پول میره کجا؟ تو جیب عباس آقا. اصلا همه شترها رو مثل ببر مازندران از بین ببرین که مثلا یه دونه ببر بشه خدا تومن قیمتش، که از هر نفر شتر اصلا قیمتش بشه اندازه خون بابای آقای مجسمه دوست. همش میبینم با آمریکایی‌ها میپری زدی تو خط کاپیتالیستی و بیزنس و مکدونالد. تا آخر عمرم که سامان قرار نیست اینجا بشینم بگم ای آهاد، ای ملت، ای جماعت، ای ایرانیان، نمیدونم این پارازیت است برنامه یلزفری. تا آخر عمرم که نمیدونم اینجا بخوام به آیندهش فکر کنه دیگه. کاپیتالیست.